سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه باور غلطی که در مورد اشخاصی که به تازگی در یک شرکت یا مؤسسه مشغول به کار میشن وجود داره و اونم اینه که برای این افراد نیاز نیست حالا تو 2-3 ماه اول حق بیمه در نظر گرفته بشه و توی لیست بیمه ارسالی این افراد قید بشن. این کاملا اشتباهه، چرا که ماده 33 قانون تأمین اجتماعی صراحتاً میگه که اگه شخصی به عنوان کارآموز در یک جا مشغول به کار شد، از همون ساعت اول میبایست براش حقوق و لیست بیمه در نظر گرفته بشه و اگر هم اون حقوق دریافتیش کمتر از حداقل حقوق قانون کار هست، نیاز هست که خود کارفرمامون مابعد تفاوت حق بیمهش رو تقبل کنه و به صورت کامل در حداقل حقوق قانون کار بیمهش رو ارسال کنه. این موضوع اول هست برای این جلسه. موضوع دومی که میخواستم در مورد صحبت کنم در مورد حق و جلسه اعضای هیئت مدیره هست. زمانی که یه عضو هیئت مدیره حقوق بگیر هست در یک شرکت یا یک مجموعه‌ای و براش لیست بیمه ارسال میشه، عضو موظف هیئت مدیره بهش اطلاق میشه و خب اگر حق و جلساتی برای این افراد پرداخت میشه، اون حق و جلسات هم به میزان 30% مشمول بیمه است. اما اگه همین عضو هیئت مدیره جزو سهامداران شرکت باشه و حقوق بگیر در اصطلاحاً نباشه، در اون صورتی که بابت جلسات هیئت مدیره که تشکیل میشه یه حق و جلساتی که به این افراد اختصاص میدن، اون حق و جلسات چون عضو غیر موظف هیئت مدیره بهشون اطلاق میشه، اون حق و جلسات میشه غیر مشمول و در رسیدگی تأمین اجتماعی هم ضریبه به این حق و جلسات در واقع تعلق نمیگیره. در انتها هم یک خواهشی دارم ازتون، اون هم این که صفحه بنده رو لطفاً با سایرین به اشتراک بذارید تا بقیه دوستان هم انشالله بتونن از این مطالب استفاده کنن. ممنونم از توجهتون و خدا نگهدار.